وقتی طاووس از خواب بیدار شد، خود را در جای همیشگیش ندید. چند لحظه طول کشید تا یادش بیاید کجاست. با نگرانی به اطراف نگاه کرد، اما توتی را ندید. با صدای بلند گفت: توتی. توتی خوشبیان، توتی مهربان، کجایی؟ پاسخی نیامد. دلهره به جانش افتاد. با خودش گفت: نکند منو رها کرده و رفته؟ نه، امکان ندارد. شاید هم اسیر شده. ای وای، باید چه کنم؟ ناگهان صدایی آمد. طاووس به سمت صدا برگشت و نفس راحتی کشید. آری، توتی بود. کجا بودی؟ فکر کردم من را رها کردی و رفتی. توتی جواب داد: من تو را رها کنم؟ مگر از جانم سیر شدم؟ رفته بودم برایت لباس پیدا کنم. طاووس نگاهی به لباسش انداخت و گفت: مگر لباسم چه اشکالی دارد؟ توتی گفت: لباست زیباست، اما جلب توجه می کند. اگر می خواهی در شهر آزادانه بگردی، باید شبیه مردم باشی. طاووس شنل کهنه که یک کلاه هم داشت را در دست گرفت. این را از کجا آوردی؟ از بند رخت یکی از خانه‌های شهر دزدیدم. بپوش، ببین خوشت می آید. طاووس لباس را پوشید. زیاد هم خوب نیست. توتی خندید. مهم نیست. امروز کارمان را راه می اندازد. آن دو راهی شهر شدند. توتی می خواست همه جا را نشانش بدهد، اما طاووس هرچه پیشتر می رفت غمگین تر می شد. توتی پرسید: چرا اینقدر ناراحتی؟ مگر نمی خواستی انسانها را ببینی؟ طاووس گفت: همیشه فکر می کردم هم نوعانم شادتر از من هستند، اما این مردم غمگین و خشمگینند. دلم برای دوستانم تنگ شد. او به آن سوی خیابان اشاره کرد. ببین، اونجا چند مرد با هم درگیرن و این طرف مادری فرزندش رو با خشونت به دنبال خودش میکشه. من اینجا رو دوست ندارم. بیا برگردیم. توتی گفت: اما هنوز با مردم آشنا نشده ای. نیازی نیست. همین که رفتارشون رو میبینم کافیست. هنوز با مردم آشنا نشده ای. نیازی نیست. همین که رفتارشان را میبینم کافیست. در همین لحظه جمعیت دخترانی از کنارشان گذشت. سربازان آنها را هدایت میکردند. طاووس خواست از جمع جدا شود، اما نشد. به دروازه های قصر رسیدند. وقتی با جمعیت وارد قصر شد، دید مردی روی تخت سلطنت نشسته. دخترها یکی یکی جلویش زانو می زدند. طاووس گوشه‌ای نشست و کم کم به خواب عمیقی فرو رفت. پادشاه فریاد می‌کشید: همه رفتند و من هنوز انتخاب نکردم. حالا باید با شاهزاده سرزمین دیگر ازدواج کنم و بخشی از ملکم را بدهم. این فاجعه است. ناگهان یک مار غول پیکر از پشت تخت بیرون خزید. زمزمه می‌کند: نگران نباش. تو با شاهزاده ازدواج نمی‌کنی. من وجود کسی را در همین نزدیکی احساس می‌کنم. ناگهان طاووس از نقطه تاریک تالار بیرون آمد. پادشاه و مار متوجه او شدند. مار به سمت طاووس آمد. چشمانش را مستقیم در چشمان او دوخت. سپس به پادشاه علامت داد و دور تخت حلقه زد. پادشاه که تازه متوجه حضور طاووس شده بود و طاووس آخرین دختری بود که مانده بود، با بیمیلی گفت: انگار چاره‌ای نیست. با تو ازدواج میکنم. نگهبانها؟ طاووس با ناباوری گفت: ازدواج؟ نه، من باید بروم. اما نگهبانها او را گرفتند و بردند. در اتاقی حبسش کردند.